تا حالا کسی ازت سوالی پرسیده که مغزت شروع کنه به داد زدن؟ بعد حس کنی که یه تله است؟ طرف لبخند میزنه ولی دل و رودت پشتک میزنن و بهت میگن فرار کن. بله، این اسمش حدس و گمان نیست. این غرایز بقاست، چون تو با یه دروغگوی تمام عیار روبرو شدی. و نه هر دروغگویی. من درباره یه دروغگوی حرفه‌ای حرف میزنم. اونایی که انقدر بهت آسیب میزنن که آخرش به خودت شک میکنی که اصلا واقعا وجود داری یا نه. و خبر بدتر، اینا فقط با حرف دروغ نمیگن، با سوال دروغ میگن. بله، سوالایی میپرسن که ظاهراً بی خطرن، اما در واقع تله ذهنی هستن. توی این ویدیو قرار 5 تا از کثیف‌ترین، موذی‌ترین و دستکاری کننده ترین سوالهایی که دروغگوها استفاده میکنن و با خاک یکسان کنیم. چون اگه این سوالها رو زود تشخیص بدی، وقتت، انرژیت، آبروت و حتی شاید حساب بانکیت رو نجات بدی. فرقی نمیکنه طرف یه دوست قلابی باشه، یه عشق سمی، یه رئیس مشکوک یا یکی از اون دلقکایی که میپرسن به شانس دوباره اعتقاد داری؟ وقتی الگو رو بشناسی دیگه بازی نمیخوری. راستی قراره در ویدیوهای آینده کامنت های برتر رو ازشون تقدیر کنیم، پس لایک و کامنت یادت نره. امروز قراره چی یاد بگیری؟ سوالهایی که دروغگوها برای تغییر حقیقت میپرسن. چرا این سوالها بی خطر به نظر میرسن اما در واقع دستکاری روانی هستن؟ چطور فوری و بدون مدرک روانشناسی اینا رو تشخیص بدی؟ و مهمتر از همه چطور این بازی رو خنثی کنی؟ آخر این ویدیو وقتی یه دروغگو دهنش رو باز کنه تو توی ذهنت میگی آها، این یکی همون مدل دروغگوی دستکاری کننده است. پس دره ذهنی تو بیار، چون داریم مستقیم میریم وسط جنگل روانی که دروغگوها توش زندگی میکنن و نه براشون خوراکی هم نمیبریم. اولین نشونه دروغگوی حرفه‌ای، اونا از خودشون دفاع نمیکنن، تو رو بازجویی میکنن. 5 سوال معروفی که دروغگوها میپرسن. سوال شماره 1: چرا اینقدر داری شلوغش میکنی؟ اوه ببخشید خانوم، من دارم شلوغش میکنم چون دروغاتو رو کردم. این سوال کلاسیکه. وقتی طرف رو توی یه کار مشکوک گیر میندازی، مثلا پشت سرت حرف زده، چیزی رو مخفی کرده یا صاف تو صورتت دروغ گفته، به جای قبول واقعیت این جمله رو پرت میکنه سمتت. این سوال فقط یه چیزه، دستکاری. اصراری هم به دفاع از خودش نداره، میخواد تو رو تبدیل به مشکل ماجرا کنه. وقتی مشغول دفاع از احساساتت بشی، به جای بررسی کار اونا بازی رو باختی. سوال شماره 2: تو اصلا به من اعتماد داری؟ این یکی نارنجک احساسیه. تو به چیزی مشکوک شدی، رفتارش عجیب شده یا یه تناقض پیدا کردی، اما به جای توضیح این سوال رو پرت میکنه. واقعا بهم اعتماد نداری؟ این سوال جنگ روانیه، چون ناگهان بحث از کار اشتباه اون میرسه به اینکه تو آدم بد ماجرا هستی. چیزی رو به یاد داشته باش، آدم قابل اعتماد نمیپرسه بهش اعتماد داری یا نه. اونا با عمل نشون میدن، نه با سوالات مظلوم نما. سوال شماره 3: خب الان میخوای چی ازم بشنوی؟ نه عزیزم، مسئله این نیست که من چی میخوام بشنوم، مسئله اینه که تو حقیقت رو نمیگی. این سوال نقش قربانی بازی کردنه. در واقع یعنی من مقصرم اما بذار تو احساس گناه کنی. وقتی کسی واقعا پشیمون باشه دنبال فرار از مکالمه نیست. سوال شماره 4: میشه از این ماجرا بگذریم؟ نه نمیشه. تا وقتی مسئولیت کار اشتباه تو قبول نکردی قرار نیست بگذریم. این سوال یعنی اونا آرامش بدون عواقب میخوان. بستن پرونده بدون پذیرش خطا. این اسمش بخشش نیست، اسمش تقلب احساسیه. سوال شماره 5: واقعا میخوای همه چیزو به خاطر این خراب کنی؟ این یکی دیگه بمب هسته‌ای احساسیه. وقتی نقششون داره فرو میپاشه، یهو نقش آدم دلشکسته رو بازی میکنن. یعنی همه چیز بینمون به خاطر این تموم میشه؟ معلومه که تموم میشه. اگه موندن کنار تو هزینش خیانت به خودم باشه، ارزشی نداره. جمع‌بندی: دروغگوها سوال نمیپرسن تا بفهمن، سوال میپرسن تا کنترل کنن. اونا دنبال حقیقت نیستن، دنبال قدرت بر برداشت تو از حقیقت هستن. اما تو دیگه بازی نمیخوری. چون وقتی کتاب بازی رو بشناسی، از بازیکن تبدیل میشی به داور.
در ادامه 5 تا کتاب قوی برای شناخت دروغ و دستکاری روانی رو بهت معرفی میکنم. اولین کتاب در مورد میکرو تعبیرات چهره و زبان بدن. دومین کتاب در مورد تکنیک های بازجویی ماموران سابق CIA. سومی از مامور سابق FBI درباره تشخیص الگوهای رفتاری. چهارمین کتاب شناخت تیپ‌های شخصیتی خطرناک از جمله دستکارها. و پنجمی چارچوب‌های کاربردی برای تشخیص دروغ در روابط، کار، دوستی و غیره. پس از این به بعد اگر کسی ازت پرسید تو واقعاً منو باور نداری، بهش نگاه کن و بگو من حتی به تاریخ انقضای شیرم اعتماد ندارم. تو انتظار داری به تو اعتماد کنم؟ راستی من رهام و اینجا قراره بیشتر از این سبک ویدیوها ببینی. اگر ویدیو رو دوست داشتی ممنون میشم لایک و سابسکرایب فراموش نشه.